بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی امام زمان ظهور بکنه ما مشکلاتی در روی زمین نخواهیم داشت، نه فقیری خواهد بود و نه بیماری و نه دردمندی و نه مشکلاتی که الان هست. وقتی امام زمان ظهور بکنه هر کدوم از ما یک ولی خدا خواهیم شد. هر کدوم از ما در کمترین زمان لیاقت داریم که به مقام محمود اهل بیت علیهم السلام برسیم. تمام استعدادهای عظیمی که خداوند با اسماء خودش در درون ما گذاشته شکوفا خواهد. ما الان به هیچ وجه با اون استعدادها نه زندگی میکنیم و نه وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام فرمودن اکثر الدعا لتعجیل الفرج، برای تعجیل فرج زیاد دعا بکنید. بارها اعلام کردند که من برای ظهور عجله دارم. شما چگونه مضطر میشید وقتی دعا میخواید بکنید برای خودتون؟ حضرت فرمود دعا رو مضطرانه بخوانید. برای رسیدن به اضطرار معرفت و خودسازی لازم هست. اضطراری دعا خوندن مثل این هست که شما بگن سرطان دارید، یا عزیزترین کستون در حال مردن هست، یا ناموستون یا فرزندتون رو دزدیدن. به تعبیر علی علیه السلام در نهج البلاغه من اعطی الدعا فقط اعطی الاجابه است، که دعا رو بهش بدن اجابت رو هم بهش میدن. ما الان یتیم هستیم، مربیمون بالا سرمون نیست، اماممون بالا سرمون نیست. خداوند معصوم رو برای غیبت و دوری نیافریده، بلکه این بی‌توجهی های ما هست به امام معصوم و متخصص معصوم که موجب شد 11 تا از متخصصین معصوم رو از دست بدیم و 12می هم 1180 سال به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام الشرید الطرید الفرید الوحید، آواره طرد شده تنها و یگانه است در بین ما. حال این بی‌توجهی خود ماست که از معصوم متخصص محروم هستیم. در نامه‌شون نوشتن که اگر شیعیان من که خداوند به طاعتش موفقشون بداره در عهدی که با ما دارن وفادار و همدل باشند، من با عجله ظهور خواهم. حضرت بیش از 1000 سال اعلام عجله کرده، اما هنوز در بین شیعیان وفاداری و همدلی به همون معنایی که لایق ظهور هست ایجاد نشده. آقا صاحب الزمان میفرماد که اگر شیعیان مجتمع می بودن، حرفشون یکی می بود، اتحاد می داشتن در چی؟ در آن عهدی که برگردنشون رو بابت ما، یعنی ما یه عهدی بابت آقا صاحب الزمان برگردن. اونایی که دای عهد میخونن هر صبح میگن و بیعتا له فی عنقی لا احول عنه ولا ازول ابدا. این ادعای صبحگاهی ما مسیر میده به کل حرکت روزانه ما و کل عمر ما. این اجتماع قلوب باید شکل بگیره. ما وقتی داریم ادعا میکنیم ما اون روز رو نزدیک میبینیم، کسی که نزدیک میدونه یک مهمانی داره میاد، دیدید بعضی موقع مهمون زنگ میزنه میگه آقا ما سر کوچه‌تونیم، میدونن هر کسی یکی سینی رو برمیداره، یکی اگه آشغالی تو خونه است سری تمیز میکنه. اگر کسی ظهور رو نزدیک میداند، اینجوری که داریم خونه تکونی میکنیم خونه‌های دلمون رو تمیز نمیکنیم. یه مهمون داره میاد، زن و شوهر با هم دعوا کردن، اما به خاطر اون مهمون برای که حفظ آبرو آشتی میکنن با هم دیگه. اینجا آیا وقت اون نرسیده که ما شیعیان یک دل بشیم؟ باید ما درک کنیم، باید بفهمیم تا کی عزیزان جز تفرقه نتیجه جز
شکست ما نخواهد داشت. لا تنازعوا فتفشلوا، یعنی به تنازع که افتادید پشت سرش فشل شدن شما آمده، ولو 1000 بار هم مضطر بشید. چرا در دعای ندبه تأکید بر این شده که جمعی خونده بشه؟ حل من معین. شما تو خود دعای ندبه میگه کسی کمک میاد کمکم کنه با هم دیگه گریه بکنیم، پس این اثر داره. اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، دعا اثر داره. وقتی دعای دست جمعی باشه اثرگذاره. خود آقا میفرماد بابا زیاد دعا کنید. ما دعا هم میکنیم، در عملمون هم نتیجه اون دعا باید منعکس بشه و میشه انشاءالله. مهمترین اتفاقی که امروز باید بیفته همین شکستن دل است. این پیغام میتونیم به خدا برسونیم. فرج رو جدی بگیرید. واقعا دیگه معلوم نیست چقدر دیگه باید منتظر مون. از در و دیوار داره میباره که خدا شتاب داره برای تحقق فرج. جدی بگیرید قصه فرج رو. یا آقای در راه، یا آقای داره میاد. الان شما دست نمیتونی بذاری رو دل کسی که اهل جبهه و دفاع مقدس بوده، رفقاشو دیده که شهید شدن، دست نمیتونی رو دلش بذاری. اشاره بهش میکنیم نالش بلند میشه. امام زمان حدود 1000 و خورده سال رفقاشو دونه دونه داره از دست میده. حافظش هم یک ذره ضعیف نیست کسی رو فراموش کنه و هر کدوم از اونها هم یه دلبستگی هایی داره و به تعداد مرگ اونها سوگوار شده. خدا قلب مقدس آقا امام زمان رو هم جدی بگیره. محبت آقا رو به خودمون جدی بگیریم. آیا اونایی که به خاطر مادرتون ناراحت نشه خیلی کارا رو نمی‌کنید؟ آیا اونایی که به خاطر باباتون ناراحت نشه خیلی کارا رو نمی‌کنید؟ محبت آقا رو هم به خودتون جدی بگیرید. بگید حالا خدا چی؟ قلب آقا رو چی کار کنم؟ به خدا که ضرر نمیرسه من گناه بکنم. مقدمات داره مهیا میشه. دیگه باید برای اون چشمانداز کار کرد و فعالیت کرد. جدی بگیرید آقا رو، فرجش رو جدی بگیرید. ما انشاءالله این حکومت رو درک خواهیم کرد. ابن حسن، اگر خبر رفتن ما از این دنیا رو بهمون بدن اونقدر قضیه برای ما جدی نخواهد شد که خبر آمدن تو رو به ما بدن. چه کسی است الان که بوی پیراهن یوسف به مشامش نرسیده باشد؟ ما باید تغییر کنیم عزیزان. ما که تغییر کردیم خواستمون تغییر میکنه، فهممون تغییر میکنه، نیازهامون تغییر میکنه و موقع چیز دیگه میخوایم. حضرت میفرماد هر وقت در مردم وفا دیدی موقع برگشتن ماست. اینو باید از درون تغییر کنن، چون ما به انفس تغییر میکنه ما به قوم هم تغییر میکنه. رسول الله میفرماد یگانه حقیقتی که به او استغاثه میشود خداست. میگه از خودش باید بخواید. ما هم از خودش بخوایم. منتها چه خواستنی؟ خواستنی که بسوزی از ته دل، چون حالا بفهمی چه گنجینه‌ای رو نداری. حالا این روایت رو شنیدی؟ میگه انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی باباهای این امتی. در ظهور آقا صاحب الزمان امیر مومنان و آقا رسول الله خواست از این دو بزرگوار و توسل به این دو بزرگوار و این دو بزرگوار رو واسطه قرار دادن برای خدا نقش اساسی داره. دعای فرج الهی عظم الولا دیدید میگه یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافر. شما دوتا بسید. چه داستان عجیبی. هر کسی خواستید با غیبت امام زمان آشنا کنید داستان یوسف تا. ما امام زمانمون رو تو چاه انداختیم. اجدادمون. یوسف هم اول نشونه‌هاش اومد برای یعقوب منتظر. عزیز من یوسف بینشون بود نمیشناخت. داداش او اینا رو میشناخت، اینا اونا رو نمیشناختن. معصوم میفرماد تو همون فرشایی که شما قدم میذارید قدم میذاره، تو همون کوچه هایی که راه میرید راه میرید، تو همون بازارهایی که شما راه میرید راه میرید. شاید تنمون به تنش خورده. من میگم شاید تو بازار اون لحظه که داشتیم قسم میخوردیم به امام زمان اینو 100,000 تومان خریدم، شاید داشته رد میشده. ما امشب از خود امام زمان بخواید ما رو لایق این بکنه که او رو بخوایم. این درخواست ماست امشب از خدای متعال. اصلا مقصد استغاثه خداست. ما بیابریم، ما خرابکاری کردیم، ما بچه‌های یعقوبیم، گناهکاریم، خاطئیم، خطاکاریم.
اما بابامون چه خطاکار نیست امیرالمومنین. خدایا او داره برای ما دعا میکنه. خدا اینا گناه میکنن، امید دارن، میگن من مهدی شفاعت میکنم. اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توست، از آنها بگذر که مرا راضی کرده ای. میگه به خاطر من مهدی از اونها بگذر. و آنچه از گناهان آنها که در ارتباط با خودشان است، خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست به آنها بده تا راضی شوند و آنها را از آتش جهنم برهان و آنان را با دشمنان ما. میگه خدایا مبادا اینا رو تو اون دنیا با دشمنای ما یه جا بسوزونی. این ما رو دوست داشت. اصلا داستان برعکس شده. او داره برای ما گریه میکنه. این داد بیداد. و هیچ یک از احوال و اخبار شما بر ما پوشیده نیست. ما نسبت به اعمال شما بیخبر نیستیم و البته یاد شما را فراموش نمی کنیم. ما برای شما دعا میکنیم. پرونده‌تون میاد، ما هفته 2 بار این پرونده رو میبینیم. ای بابا این که قول داده بود که ما حرفمون، ما گناه دوست نداریم، ارادهشو نداریم. خودت کمکمون کن آقا جان. تو خودت میدونی زندگی کردن تو این زمانه سخته، تو این خیابونا راه رفتن سخته، اما من به خاطر تو چشمو دردش میکنم، به خاطر تو رشوه رو نمیگیرم. کمکم کن. میگه میدونی ما رو چی منو تو چاه انداخته؟ میدونی چی منو حبسم کرده؟ عجیبه، مگر گناهان شما چیزی که ما دوست نداریم انجام میدهید. این همه مطلب عزیز من خودشو میخواد. من نمیگم چیز دیگه نخواهید. امام صادق میفرماید نمک غذاتون رو از ما بخورید. او خود داره. من جز ظهورش میخوام امشب چی بخوام. من خب خودش بیاد. من میخوام بتونم ببینم. خدا بحث ما رو به چه قدری گرفتیم؟ ما مگه چیکار کردیم؟ ما شمریم؟ ما هرمله‌ایم؟ اون شمرم دید امام زد، اما حسین رو دید. کجا رو بگردم؟ خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. بابا این بچه کوچیکی که داره سرشو میبره، این چه گناهی؟ من گناه کنم، اون چه گناهی کرد؟ کمکمون کن خدای. تو رو سوگندت میدیم به آقا رسول الله، به امیرالمومنین، به این 2 بزرگوارا، به او سختی ها، به او اضطرار امیرالمومنین تو کوچه. به اضطرار عباس ابن علی قسم بدیم اون موقع که مشروع سراغ شد. به اضطرار امام حسین وقتی 6 ماه رو زدن، یه قدم رفت جلو، یه قدم اومد عقب، یه قدم رفت جلو. به اضطرار حضرت زهرا وقتی راه خونه رو گم کرد و به اضطرار صاحب الزمان وقتی گناههای ما رو میبینیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. بعده ما منتظران ظهور در مراسم استغاثه جمعه 27 اسفند ماه
برای تعجیل در فرج و حمایت معنوی جبهه مقاومت اسلامی و مدافعان حرم در سراسر کشور